هستیم، همه عبدیم. عبد رب یکیه اما عبید زیادن. رب فقط یکیه، الله رب العزت والجلال. باقی همه عبیدن با همه طبقاتشون. کسی طبقهشو به رخ کسی نکشه. سر پل سراد میدونه که سرمایه داره، که حاکمه، که موفقه، که خوشبخته. اگر شهادتین هنگام مرگ به زبان تامد، اون موقع میدونی که تو سرمایه داری. چون پیامبر گفته هر کسی آخرین کلامش در دنیا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله باشه، اون بهشتیه. اگر نیامد هیچی به درد نمیخوره. 4 نفر نشستن بغل گوشت، بگو لا اله الا الله. یه کلید گاز صندوق، کلید گاز صندوق. ماشینام چه شد؟ شرکتم چه شد؟ اونا به کی میرسه؟ به هر کسی برسه. ای مسکین، بگو لا اله الا الله تفلحو. بگو لا اله الا الله. اما همون فقیر درویش مسکینی که تو به نظرت نمی آمد، قبل از مرگش نمازش خونده، وضوش گرفته، مسواکش زده، وسطش زده، حلالی میطلبه، رو به قبل خودش شهادتش میده، بعد نفس خالی میکنه. بعضی همینجور چشمش مثل خون میشه، هی حلقومشون ورم میکنه، روحش میاد تا حلقومش دوباره بر میگرده. همطور جون میده، نمیتونه تخلیه بشه. بگو لا اله الا الله. چی؟ تو عمرش نگفته. بعضی از عزیزان امشب مثل دیوانه ها میشه.